بین 77 78 بود. من یک بحثی داشتم با علمای اسلام، از جمله با عبدالله بسام در عربستان. عبدالله بسام رئیس دادگاه‌های استیناف بود و یک شخصیت علمی هم بود که کرسی تدریس فقه داشت در مسجد الحرام. خیلی هم از علما و طلاب و درسش اومد، درس سنگین داشت. درسش که تمام شد در مسجد الحرام، بعد ایشون اومد و ما معرفی کرد و خیلی اظهار علاقه کرد و گفت بیا وقتی همدیگه رو ببینیم. قرار شد که ما ملاقات کنیم. روز بعدش ما ملاقات با ایشون گذاشتیم به صحبت کردیم. اصلا راجع به غیبت حضرت ولی اصل اسلام بود، ولادت و غیبت. من که صحبت کردم گفت این روایات شیعه رو ما قبول داریم، روایات درسته. این که بعضی میان انکار میکنن دلیل ندارد این انکار. من عقیده دارم و من بر کتاب شما تقریض می نویسم، ولی که چون این برای وحدت جهان اسلام خیلی خوبه که همه شیعه و سنی راجع به امام مهدی علیه السلام مطلع بشن. ولی یک خواهش از شما میکنم، اگه شما این کار رو بکنید من تقریض می‌کنم. گفتم چی؟ گفت مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونجا اختلاف شده، الان هم این بحث داره مطرح میشه، همیشه اختلاف انگیزه. شما بنویسید که مسئله خلافت مسکوت بمونه. گفتم مسئله خلافت مسکوت بمونه، منم قبول کردم. بعد چند شب مرتب من خواب می‌دیدم و این تعبیر خوابمون نمیدونستم چی. خواب دیدم که رفتیم مثلا نجف و اشرف، حرم و گنبد متحد امیرالمومنین، ولی من تو حرم نمیرم. دم صحرا میستم، تو حرم نمیرم. یه دفعه این برم نگاه میکنم میبینم این حرم امام حسینه، این هم نگاه میکنم میبینم اینه حرم موسی بن جعفر و امام جواد علیه السلام، نمیرم. اون برم سامرا نمیرم. اصلا چنان تو خواب کلافه شدم. آخه بابا من چند وقت میبینم معلوم 10 روز اینجام، 2 هفته اینجام، چی تو حرم نرفتم، چی تو بزنم، چی تو یک خواب اصلا پیدا میشه. خدایا این چی معنی داره این خواب؟ دوباره با دوی شب دیگه خواب نه، چند شب خواب دیدم. بعد گفتم میدونی علتش اینه که من قبول کردم که این رو بنویسم تو کتاب که خلافت مسکوت بمونه. این حرف خلافت مسکوت بمونه این بی ادبی است نسبت به اهل بیت علیهم السلام، که من میام دم حرم با میستم وارد حرم نمیشم. این اهمیت ندادن مسئله ولایته. بعد بچم عوضش کردم. اون عوض کردم این بود که نوشتم که اختلافات نباید باشه، تنازع به طوری که همدیگر رو تضعیف کنن جهان اسلام نباید باشد. البته بحث خلافت یک بحث دینی و اعتقادی است و علمی است و بعد در حد علمی و منطقی مورد بحث قرار بگیره، علمای ادیان با هم صحبت کنند، به نتایج بسیار خوبی در بحث امامت و ولایت برسن. حالا گذشته ها هست و در این حال هم نسبت به اعتقادات یکدیگر احترام کنند، اعتقادات یکدیگر رو زیر سوال نبرن، بحث دیگه. این خوابو ندیدم و یه خوابای دیگه خوب بعدش دیدم. یکی از خوابای خوب من این بود که در خواب امیرالمومنین علیه السلام دیدم، صلوات الله علیه، و این برای من خیلی لذت داد. هر وقت یادش میافتم که امیرالمومنین علیه السلام یک پیکر مبارک متوسطی داشت نظر اندام، یعنی نه بلند و نه کوتاه و نه خیلی لاغر و نه چاق. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. این تو ذهنم که تو امامی به خاطر اینکه جهان اسلام بیاد بپذیره غائب بودن حضرت رو و این عبدالله بسام که عالم بزرگه بپذیره که پذیرفتن او موجب میشه بسیاری از علما و حوزه‌های علمیه حرف او رو بپذیرن. تو به خاطر این یک بحث اساسی که مسئله خلافت حق با کی بود، این حق با کی بود رو این رو باید روش تکیه کنیم. چرا مسکوت بمونه؟ راه این است که علمی بحث کنه، ولی چنگ زدن تو هم دیگه و بد و بیرا گفتن و لعن کردن به یک دیگه این نباید باشه.